سلام، خبرهای مهم را از رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. در پی یک صدمه نقلیاتی در ناحیه فرخار 4 جوان به هلاکت رسیدند. به اطلاع رسمی حادثه صبح 7 ایان در راه جماعتی وطنی این ناحیه رخ داده است. وزارت کارهای داخلی در شرح حادثه گفت فیضعلی شریفوی 58 ساله مقابل سمت حرکت برآمده به نقلیاتی تمغه اپل برخورده است. در این حادثه 4 مسافر نقلیاتی اپل جراحت سخت برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. ففتیدگان از 15 تا 31 ساله بودند و ساکنان دهه صداقت میباشند. نوار دفن این ففتیدگان در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری میشوند. طبق اطلاع رسمی سال 2025 در پی صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان 643 نفر جان باختند. ایران شام 7 ایان به چند نقطه در اسرائیل ضربه زد و در پاسخ ارتش اسرائیل نیز ایران را بمباران کرد. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، ایران به اسرائیل 10 موشک پرتاب کرده است که تلفاتی در پی نداشته است. این نخستین حمله موشکی ایران به اسرائیل از زمان برقراری آتش‌بس 8 اپریل است. حمله ایران به اسرائیل چند ساعت بعد از آن رخ داد که ارتش اسرائیل منطقه زاهیه در جنوب بیروت را هدف قرار داد. زاهیه زیر نظارت گروه حزب الله است که از سوی ایران حمایت می شود. آمریکا و اتحاد اروپا حزب الله را گروه تروریستی می دانند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا یا ستاد مرکزی نیروهای ایران حمله موشکی به اسرائیل را تصدیق کرد. این ستاد تهدید کرده است که اگر حمله های اسرائیل به بیروت ادامه یابند، حمله های ایران کوبنده‌تر و پشیمان کننده خواهند بود. اسرائیل صبح دوشنبه 8 ایان به چند نقطه در غرب و مرکز ایران حمله‌های هوایی انجام داده است. خبرگزاری فارس از قبل منابع محلی از ترکش‌ها در منطقه‌های تهران، تبریز و اصفهان خبر داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای ترکش در تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه، کردستان و کرج خبر می‌دهند. رادیوی آزادی مستقلانه این گزارش‌ها را تصدیق کرده نمی‌تواند. بینندگان عزیز، تفصیلات این خبر هر ساعت در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org پخش می‌شود. مقامات اداره آتش‌نشانی تاجیکستان به تحقیق ساختار بینای دوآشانه در شهر نارک شروع کردند. حادثه 7 ایان رخ داده است. روز 8 ایان در دفتر مطبوعاتی سرریاست آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی به رادیوی آزادی گفتند متخصصان سبب‌های رخ دادن این صدمه و ضرر آن را معین دارند. همصحبت ما گفت بعد انیق شدن سبب ساختار به رسانه‌ها گزارش می‌دهند. در حکومت شهر نارک به رادیوی آزادی گفتند معاون اول رئیس ناحیه در جای حادثه قرار دارد و روند برطرف کردن عاقبت‌های این حادثه را نظارت می‌کند. نوار ساختار این بنای دوآشانه در شهر نارک شام 7 ایان به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. این بنا کاملا از چوب ساخته شده است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشته است که در پی این حادثه زیاد از 16 عائله بی خانه و در ماندند. سالانه بر اثر سر زدن ساختار به شهروندان و کارخانه‌های کشور میلیون‌ها تومان ضرر می‌رسد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از غلبه حزبش در انتخابات پارلمانی روز 7 ایان خبر داد. پاشینیان در نشست خبری بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات گفت این غلبه تاریخی است که بی‌شبهه استواری و رشد ارمنستان را تضمین می‌کند. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان بعد حساب 91% برگه‌های رای خبر داد که حزب پیمان شهروندی 50/1، ائتلاف رو به روسیه ارمنستان پرقوت 23/4 و ائتلاف ارمنستان 9/8% آوازها را گرفتند. بر اساس نتیجه‌های اولیه حزب پاشینیان از 105 کرسی پارلمان 63 کرسی را به دست می‌آورد و اکثریت را صاحب خواهد شد. البته اگر نتیجه‌های انتخابات تا حساب آخرین برگه رای سخت تغییر نکند، نتیجه‌های نهایی انتخابات 14 ایان اعلان می‌شوند. طبق آمار کمیسیون مرکزی انتخابات 2.5 میلیون شهروند حق رای ثبت نام شدند و 59% آنها آواز دادند. قریب 400 ناظر از داخل و خارج کشور جریان آوازدهی را نظارت کردند. به گزارش خبرنگاران بخش ارمنی رادیوی آزادی، کمیسی‌های انتخاباتی و ناظران چندین حالت‌های قانون‌شکنی را در جریان آوازدهی ثبت کردند.